علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادری سوال دادین که شخصی بود که در ماه رمضان روزهای قضایی داشت. خب و بعد از عید اول روزهای قضاییش بگیرد یا اینکه خب 6 روزی شوال رو روزه بگیرد. البته نفرهایی هستند که خطااً روزهاشون شکستگی از در ماه شریف رمضان و بالاخره زنهایی هست که به خاطر عذر زنانگی چند روزی آنها را روزه نگرفتند. مقصد که بعد از عید اول قضایی رو گیریم خوب هست، درست است، یا اینکه 6 روز شوال رو بگیریم. البته علما گفتند که اول روزهای قضایی را میگیرید و علت این رم در چی دلیل آوردن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث گفتن من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدهر. هر نفری که ماه رمضان را روزه میگیرد و بعدا 6 روز دیگر از ماه شوال میگیرد. وقتی که شما قضایی داشتید پس نباشه ماه رمضان را شما پررگی قطعی روزه نگرفتید. به این خاطر اگر نظر کنیم ظاهر حدیث اینه میگد که باید شما ماه رمضان به پررگی، یعنی روزهایی که شما نگرفتید اونها را ادا کنید قضای اون را. خب بعد 6 روزی چیز میگیرید. به این خاطر اول باید که قضاییاتون بگیرید. یا که نفرهای بودن که روزهای نظری داشتن. اینم یک سوال هست که متعلق بر همین ماه شوال هست. سوال میکنن که ما میتونیم که هم نیت کنیم قضا هم شوال، همون 6 روزی که میگیریم نیت کنیم که هم روزهای بگیم نظری من بود که برای ما واجب بود اونها، یا اینکه روزهای بود که مثال قضا بود و ما دو نیت میکنیم، یک نیت قضایی من، دویم نیت که ثواب شوال را بگیریم. عده از علما گفتن این ذیل تغری نمیشود گفتن. به می خاطر گفتن اول قضا نظر داشته باشید و بعدا به نیت الاحدگی این 6 روزی نفلی شوال را بگیرید. اما اگر شما روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه بگیرید به نیت چیز، به نیت هم ثوابی سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم که هم دوشنبه و هم پنجشنبه میگرفتن و هم نیت شوال کنید، اینش درست می شود. به خاطری که هر دی اینها روزهای تطوع یعنی روزهای نفلی هستند. اما یک روزه بلایت واجب است و دیگرش نفل هست، به مانند هم قضا و هم شوالش جایز نمی شود. به خاطر برادران عزیز، خواهران محترم، اول قضایاتون رو بگیرید چند روزی که دارید، بعد در مدت همین یک ماه انشاءالله میتوانید که روزه 6 روزی شوال رو بگیرید و از فضل اون چنانه که پیامبر گفتن صلی الله علیه و سلم کسی که روزه رمضان گرفت و 6 روز از ماه شوال گرفت گویا که 1 سال روزه گرفتن. والله اعلم.